الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده شریف و مسلمان افغانستان، برادران و خواران گرامی، جوانان نازنین در سرتاسر جهان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز روز شنبه 14 مارچ 2015 مسیحی، مطابق به 23 هوت 1393 هجری خورشیدی است و ما فرید یونس، تهیه کننده و گرداننده دکتر یونس شو از آریانا نیوز در خدمت شما هستم و از همراهی شما یک ساعت تشکر میکنم. مطالب امروز مطالب بسیار کانتروورشل یا جنجال برانگیز است و در که ما همیشه ایره بحث کردیم و یک مقالام نوشته کردیم. اول میریم به تفسیر آیات قرآن مجید، سوره نساء آیه 7 الی 11 که آیات سر مسئله میراث است و ما باید منیس یک مقدمه بر شما بگویم که تمام آیات اقتصادی قرآن، economic verses of the قرآن، آیات اقتصادی قرآن، اینا انگاشت یا کانسپت های اقتصادی است. نفقه، سود، میراث، اینا انگاشت های اقتصادی است یا اکونومیک کانسپت است. و اکونومیک کانسپت وقتی که ما میریم به متن اقتصاد رجوع میکنیم و مطالعات اقتصادی، اینا همیشه در تغییر هستند، اینا به یک حالت نمیمانند. در قرآن هم مسئله میراث برای پسرها 2 برابر دخترها گفته شده و ایره ما یک مقالام نوشته کردیم و 2-3 بار گفتیم و معلومدار ملاها و کسایی که عمق قرآن درک نمیتونن بکنن، اینا همیشه همی اعتراضشان است که ما قرآن تغییر میتم. ما قرآن هیچ وقت تغییر ندادیم و قرآن ما تغییر داده نمیتونم. قرآن در لوح محفوظ است نظر به حکم قرآن، اما قرآن تفسیر میشه. اولین مفسر قرآن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، فخر بنی آدم بود و بعد از او حضرت ابن عباس بود و بعد از او حضرت علی کرم الله وجهه بود و بعد از او علمای کرام هم به نوبه خود باز آیات از خود تفسیر کردن 1000 سال پیش، 500 سال پیش، و اینا همی حق به خود دادن. و دموکراسی اسلامی اینمی است که علما که در بین شیعه و سنی ارزندام کردن، اینمی حق به خود دادن که آیات نظر به دید و بینش و فهم خود تفسیر کنن. و ما در کتاب های تفسیر، چی در کتاب های تفسیر که علمای کرام سنی نوشتن و چی در کتاب های تفسیر که علمای کرام شیعه نوشتن، ما تفاسیر علما را یعنی انسان ها را میبینیم که اینا به خود حق دادن که تفسیر کنن. در بعض جایا مثل مسئله آیت میراث، اینا هیچ تغییر در تفسیر نآوردن و ما فکر میکنم و ما این مسئولیت خودم میگیرم که یک اشتباه بوده، برای از اینکه علم اقتصاد با اینکه در قرآن مسئله سود، اسراف، نفقه، میراث، اینا انگاشت های اقتصادی است، تذکر یافته، یعنی که قرآن با اقتصاد سر و کار داره، اما هیچ وقت این مسائل اینا سرش یک بحث کلی نکردن و فکر کردن که این آیت چون که نمیتر آمده، این نمیتر باید که قبول شود. حضرت ابن عباس رضی الله عنه در مقدمه تفسیر نمونه که از تمام علمای سنی و شیعه این تفسیر شده،
یعنی تنها از علمای شیعه نیست. در این مقدمه از این تفسیر که 28 جلد است و من 28 جلد دارم، آمده که القرآن یفسر الزمان، القرآن یفسر الزمان، یعنی که قرآن نظر به زمانه تفسیر میشه. و علمای کرام سنی که میره از دان برادر مادرم که ما ماما میگیم، ما ایره از دهن برادر مادرم مرحوم دکتر عبدالرحمن حکیمی ما شنیده بودم که بر ما گفته بود کونا وقتی که در اعدادیه که هنوز وقت لیسه ابیبیام نبود درس میخواندن، علمایی که اینا را تفسیر درس میدادن در وقت، اونا برشون گفته بودن که اختلف الاحکام بالاختلاف زمان، اختلف الاحکام بالاختلاف زمان. اینال یک موضوع دیگر هم باید بگویم بر شما بینندگان عزیز که امام ابو حنیفه خودش از خود یک کتاب نداره و ما در 2 جای دیدیم که نوشته کردن که از تفسیر امام ابو حنیفه، یا مثلا نوشته کردن که تألیف امام ابو حنیفه، که یک اشتباه محض است و ما یک دفعه کمی اشتباه نوشته شده بود، جناب استاد فضل غنی مجددی را توجهش جلب کردم که جناب مجددی صاحب، امام ابو حنیفه از خود کتاب نداره، امام ابو حنیفه تألیف نداره. تمام چیزایی که امام ابو حنیفه نوشته کرده گفته توسط شاگردانش که بزرگترینش امام ابو یوسف بود به قلم آمده. پس تمام افکار امام ابو حنیفه افکار شفاهی است در اول. ایناله که شاگردان ازی چی از خود زیاد کردن چی از خود کم کردن هیچ معلوم نیست، این هیچ تحقیقی را تا نشان نداده. بعضی که خود امام ابو حنیفه از خود یک تألیف به جای نگذاشته. این بسیار مهم است که شما این را باید بفهمین. و امروز امام ابو حنیفه میلیون پیرو داره، نه تنها در افغانستان و پاکستان و هندوستان، بلکه در مصر و کشورهای شرق میانه. اینا آمدیم پس سر مسئله تفسیر آیات سوره نساء که در مسئله میراث است. ما بر شما گفتم که مثلا امروز یک جوان است ازدواج کرده و یک کار خوب داره و این نفقه میده، اما این نظر به شرایط اقتصادی امروز این کار خود از دست میده و کار نداره. چطور کنه؟ آیا زنش طلاق بگیره برای اینکه نفقه داده نمیتونه؟ یا ای که قرآن میگه که زن لباس مرد است، مرد لباس زن است و زنش همراهش همکاری کنه که خانواده خود پیش ببرن، مرد کارهای خانه را کنه و زن کارهای بیرون کنه. این معقول تر است برای اینکه خانواده پایدار بونه، یا زن طلاق بگیره که تو نفقه من داده نمیتونی، من دیگه که تو زندگی نمیکنم. کدام از این درست است؟ برای اینکه او کار خود از دست داده و هرچی میکنه کار نمیافه. یک مثال، امروز در ایالات متحده امریکا همگی به سود خانه میخرن، همگی به سود، که سود دادن سود، گرفتن سود، هر نوع سودی که هست از نگاه قرآن حرام است. اما وقتی که علما مثل یوسف قرداوی آمد در امریکا و مردم مسلمان در امریکا در یک تنگنای اقتصادی دید، او فتوا داد که مردم میتونن که یک خانه را به سود بخرن. و من پیش از اینکه یوسف قرداوی امی فتوا را بده، من در مسجد ابراهیم خلیل الله 15 سال پیش من امی موضوع را مطرح کرده بودم، اونا مرا دعوت کرده بودن که شما میتونین که به سود مسجد آباد کنین، اما کوشش کنین که زود خلاص شود. برای از اینکه من که کتابای اقتصادی اسلام خواندم، مطالعه کردم، سود یک انگاشت یا کانسپت اقتصادی است، it's an economic concept و تغییر میکنه. این دیگه مثال، امروز کلگی خانه خود به سود خریدن، کلگی موترهای خود به سود خریدن، برای از اینکه مجبور هستن، ندارن $30,000 نقد که یک موتر بخرن، ندارن $300,000 نقد که یک خانه را بخرن، اما نمیتونن که در محرومیت و در ضرر هم باشن.
آمدیم سر مسئله اسراف یک پدیده یا انگاشت یا کانسپت بسیار عمده قرآن است، اما اسراف یک انگاشت نسبی است. شاید شما به پولی که میسازین یک چیزی که میخرین شاید بر شما او اسراف نباشه، اما شاید او بر من اسراف باشه. بعضی که نظر به عایده که من دارم او بر من اسراف است. پس اسراف خودش یک انگاشت اقتصادی است و در عین زمان که انگاشت اقتصادی است یک پدیده نسبی است. در حالات تغییر میکنه. یک آدم مثلا $80,000 یک موتر میخره که او $80,000 برای من اسراف است، اما بر از او که $3,000,000 عاید داره بر از او اسراف نیست. در صورتی که زکات خود داده باشه، صدقات خود داده باشه، به مردم کمک کنه، او اسراف نیست. بر از او اسراف به ارتباط عاید است. اینطور نمیشه که شما هر کس محکوم به اسراف کنین. اسراف وقتی است که خرچ شما از دخل شما کده زیاد. هر وقتی که خرچ شما، مصارف شما از عاید شما، انکم شما معلومدار زیاد می باشه، شما در اسراف هستین. مردان را از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان کم یا بیش باقی میگذارند بهره است. همچنین زنان را از آنچه پدر و مادر خویشاوندان کم یا بیش باقی میگذارند بهره است. در اینجا میبینید که در مسئله تقسیم میراث، در اینجا در شروع آیه 7 سوره نساء جزئی ترین تبعیض بین مرد و زن نشده. میگه مردان را از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان کم یا بیش باقی میگذارند بهره است. همچنین زنان را از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان کم یا بیش باقی میگذارند بهره است. چنین بهره معین و از جانب خداوند مقرر است. و چون خویشاوندان و یتیمان و بینوایان بر سر تقسیم ترکه حضور یابند، از آن به چیز ایشان را بهره‌مند سازید و با ایشان به زبان خوش سخن بگویید. یعنی که شما در وقت ترکه میراث جنگ و دعوا و قالمقال و اینا نکنید. در اینجا هم کدام موضوع نیست. و کسانی که اگر درگذرند فرزندان خرد و ناتوان از خود باقی گذارند، مقصد از فرزندان خرد اموز که اونا به سن بلوغ نرسیدن. بلوغ اینجا مقصد از بلوغ جسمی نیست که یک دختر 9 ساله شد و او مسائل جسمیش از نگاه جسمی بلوغ کرد، مورد بلوغ بگوییم. این مسئله عقلی است، رشد است، مسئله رشد است، یعنی بر رشد رسیده باشه. و در وقت است که شما او را میتونین که شریک بسازین در این مسئله، برای اینکه او باید خودش منی منیجمنت خودش باید یاد داشته باشه. برایشان نگرانند باید که بترسن و در کارهای دیگران هم از خداوند بترسن و سنجیده سخن بگویند. یعنی که امی مال و هر چی که هست شما به عدالت، اینجا مقصد سنجیده، اینجا مقصدش عزیز که شما باید که به عدالت پیش آمد کنید. کسانی که اموال یتیمان را به ستم میخورند جز این نیست که شکمشان را از آتش می انبارند و به آتش فروزان یعنی جهنم در خواهند آمد. خداوند به شما چنین سفارش میکند که در مورد فرزندانتان پسر را برابر بهره 2 دختر باشد و اگر وارثان دختر یا بیشتر از 2 دختر باشند سهمان 2/3 ترک است و اگر فقط 1 دختر باشد سهمان نصف ترک است. اینانه این آیت همیشه ایتون میکنن که بچه ها باید زیادتر باید که میراث بگیرن، در حالی که شرایط اختلف الاحکام بالاختلاف زمان، اختلف الاحکام بالاختلاف زمان، القرآن یفسر الزمان. امروز زنای ما، دخترای ما کار میکنن، اینا مثل برادرانشان درس خواندن. 1400 سال پیش معلوم دار زنا به این حالتی که امروز هستن اونا به این حالت نبودن و اقدر وضع زن 1400 سال پیش خراب بود که قرآن آمد و اینا را از این بدبختی ها نجات داد. من بر شما میگم
اول زن اجازه داد که همسر خودش انتخاب کنه، یعنی کسی حق نداره که برای یک دختر شوهرش انتخاب کنه، کارهایی که هنوزم در افغانستان باقی مونده که خلاف سنت و خلاف قرآن و خلاف دین است. دوم به زن اجازه داد که اول اجازه داد که همسر خود انتخاب کنه، او را خودش خوش کنه. دوم به زن اجازه داد که درس بخونه، برای از اینکه اگر 1400 سال پیش گفت که آموختن علم برای مرد و زن فرض است. سوم به زن اجازه داد که تجارت کنه، بزنس کنه، خودش کار کنه. و چهارم در داخل خانه ایره مساوی به شوهرش دانست و گفت که زن لباس مرد است، مرد لباس زن است. در اینجا نگفته که تنها مردا لباس زن است، اینجا گفته که زن لباس مرد است و مرد لباس زن است. حقوقشون در داخل خانه مساوی به شوهرش دانست. یعنی هر چیز باید که یک شوهر امروزی و مسابق با زن خود باید مشوره کنه و فیدبک و سپورت از او هم باید بگیره و در خوشی خانواده یک جای سهیم باشن، نه ای که شوهر خوشیهای خود برآورده کنه و زن معلومدار از خوشیهایش محروم کنه. تو چیز قرآن اگر ما یک چیز اعتقاد میکنیم، ما عدالت اسلامی رو به تطبیق کردن نمیتونیم. ایناله امروز دخترای ما مثل بچهای ما کالج رفتن، زنش ماستری داره، خودش دکترا داره، زنش هم مثل خودش 50 60 70 هزار معاش داره، شوهرش هم معاش داره. ایناله در این شرایطی که مقام زن و همی 8 مارچ مقام زن هم تجلیل کردن که بدبختترین زنای مسلمان است، بدبختترین مردم روی زمین امروز مسلمانای خود ماست. برای اینکه اینا از حقوق ازدواج محروم هستند، از حقوق تجارت محروم هستند، از حقوق میراث محروم هستند. برای اینکه علمای ما نتانستند که قرآن نظر به مقتضیات عصر و زمانه و ایجابات عصر و ایجابات زندگی که ما داریم تفسیر کنن. در یک شرایط شما مثلا برادر خواهر عزیز من در مقابل کامره ششتین، در مقابل تلویزیونتان، شما یک بچه دارن یک دختر، اینجا خود قرآن میگه که نصف از دختر نصف وام نصف میگیره وام نصف میگیره. اما شما که 2 بچه دارین و 2 تا دختر دارین، اینجا شما چی میکنین؟ یک حدیث شریف است در کتاب حدیث که می دقیقا شماره حدیث یادم نیست که شما بین اولادتان تبعیض نکنید. شما بین اولادتان تبعیض نکنید که 2 تا بچه دارین یا 2 تا دختر دارین یا بچه و دختر دارین، شما بینشون تبعیض کنید. و او تفسیر این مسئله میتونه باشه. تبعیض در چی؟ نه تنها در ناز دادن نیست، در همه مسائل باید که شما بین اولادتان تبعیض نکنید. لذا من همین جرأت کردم و نوشتم. سرما بسیار مردم مرا در کفر گرفتن، مردم مرا به اصطلاح افغانا توف لعنت کردن اونا که من قرآن تغییر میدم. قرآن تغییر نمیخوره، اما قرآن تفسیر میشه نظر به ایجابات عصر. و من بر شما میگم که اگر شما دخترتان از پسرتان کمتر میتین، شما ظلم کردین، شما ظلم میکنین. برای اینکه دختر شما جزئی ترین کمبودی از پسر شما نداره، نه در تربیه، نه در اخلاق، نه در تعلیم و نه در خلقت که قرآن میگه که ما زن و مرد از نفس واحد خلق کردیم. و اگر متوفا فرزند داشته باشد برای پدر و مادرش هر یک ششم ترکه است. این کلش یک فرمول است. قرآن 1400 سال پیش بر شما این مسئله میراث یک فرمول نشان داده، اما این به این معنا نیست که فرمول نظر به شرایط زمان تغییر نمیکنه. این فرمول است مثل که A جمع B سکویر یا A جمع B مربع، این یک فرمول است. در بین از A جمع B A پلس B سکویر یا A جمع B مربع شما هر عدد دیگر داخل کرده میتونید منایس یک فرمول. قرآن برای شما در این آیات فرمول میراث داده، اما
باز میگه که این تقسیم پس از عمل به وصیتی که کرده است یا پرداخت وامی که دارد انجام میگیرد. مثلا ما اگه که یک دو سه تا اولاد دارم اما یک وصیت کردیم و اگه ما قرضدار و فرضدار اینا مثل اونا اول با تادیه شون و وصیت ما برآورده شود بعد از اوی ترکه میشه. پس اینجا خود قرآن یک رای گنجشکک مانده که شما میتونین که وصیت کنین که کی چی بگیره این امیال وقتی که زنده استین. من شما مسلمان ها را میگم من یک روز از این دنیا میرم چشم من مسئولیت خودم دارم پیش خداوند. اما شما اگه یک دختر دارین و دو بچه دارین و شما دخترتان کمتر میدین شما ظلم کردین، شما ظالم هستین. بعضی که دختر شما عین تعلیم کرده که بچه شما کرده، عین عقل داره که بچه شما عقل داره، تمام چیزایی که یک انسان داره دختر شما داره. یعنی شما چی حق دارین در مقابل دخترتون تبعیض بکنین؟ او 1400 سال پیش که زنا به یک حالت بسیار خراب بود و یک مرد 70 زن میکرد بدون جزئی ترین مسئولیت، زن قطعا حق میراث نداشت، حق تعلیم و تربیه را نداشت، حق ازدواج نداشت. اینجا برای ما یک راهنمایی شده، یک فرمول داده شده، نه ای که این فرمول امروز در قرن 21 تطبیق شود. شما نمیدونید برادرانتون و پسرانتون کدام یک بیشتر به شما سود میرسانند. این بسیار جالب است. پس از عمل به وصیتی که کرده است یا پرداخت وام یعنی قرضی که دارد انجام میگیرد. شما نمیتونین بله بفرمایید.